ای مجاهدین فلسطین، ای دعوتگران فلسطین، و خدا قسم که دروازه ها بسته است، مگر نه هر کدام ما و شما در کنار ایشان هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزی میرسد امت من مثل کاسه غذای تبدیل میشه. چند تا گرسنه باری که کاسه غذا حمله میکنه، غذا چقدر زود تمام میشه. صحابه عرض کردن یا رسول الله در اون روز امت کمن، یا رسول الله در اون روز امت خیلی هن. رسول الله گفتن نه، امت به میلیون ها میرسه، امت به میلیارد ها میرسه، ولی دو چیز در بینشان میآیه، حب الدنیا و کراهیت الموت. دنیا میآیه امت ما را غافل میسازه. وقتی که امت ما را غافل ساخت، مرض در بینشان میآیه، امت ما از مرگ میترسد. این جان ناقابل فدای آن مسجد بشود که رسول الله در آنجا امامت دادن و تمام انبیا اقتدا کردن. این جان ناقابل فدای آن مسجد بشود که رسول الله از آنجا به معراج